سلام دوستان. برای ترمیم مشتریمون تشریف آوردن یه سری بلندا رو برداشتیم. الان باز میخوایم ترمیم رو شروع کنیم. یه سری بلندای دیگه که هنوز هست، اینایی که کامل رشد کرده رو باید کامل بردارین. اینایی که از ریشه یه مقداری فاصله دارن باید برداشت، ولی اینایی که هنوز به ریشه نزدیکن رو نباید بردارین، چون موژه آسیب میبینه و را دست ندارین برای ریمو. ولی موژه‌هایی که کامل رشد کردن و با پنس موژه مشتری رو میگیرین و موژه اکستنشن رو جدا میکنین. همین شکل راحت. فقط مواظب باشین که مشتری فشار دستتون رو زیاد حس نکنه و موژه مشتری رو کامل گرفته باشین که احساس درد نکنه. سمون خیلی سفته.